با من آماده شید بریم دعوا. من شغل چیه؟ وکیلم. با وکیل ازدواج کن. کسی که 8 ساله پرونده رو رها نکرده هرگز اون رو رها نمیکنه. البته اون وکیل 80 تا پرونده همزمان رسیدگی میکنه. بنویسی وقتی تو خورد دو زرده بشه چی میشه؟ چی میشه؟ از بازی بعد محروم میشه. وکالت تنها شغلی که صبح بلند میشی حاضر میشی خوشتیم میکنی عد میزنی میری واسه دعوا. فهمیدی میشه خلا؟ اوه این پرونده خیلی پیچیده زیر 10 میلیارد حق وکالت قبولش نمیکنه. ما 10 میلیون میشه نمودا. مثلا آدم بعد چقدر درس بخونه که وکیل بشه؟ اینقدر. بزرگترین پرونده کلکلی چی بوده؟ یک دعوای بزرگ حل کردم. یعنی یک قبیله راشی دادی؟ یا پایین یک طایفه راشی دادی؟ یا پایین یک فامیل راشی دادی؟ پایینتر یک خانواده راشی دادی؟ پایین‌تر. یک پدر پسر؟ پایینتر حالتی پایین‌تر دیگه کجا برو؟ همون پسر واقعا چقدر که داشتش داد. وکالت یعنی و ک ی ل وقتی کیفم یک لام. یعنی چی؟ خودت بعدا میفهمی چی گفتم. نه تو راه کم بده بره. چی شد که وکیل شدی؟ مبارزه با زمین خاری. ای ولادم میگم تا الان چند تا زمین از دست زمین خارا نجات دادی؟ حقیقت تا الان فقط وکیل زمین خارا بودم. اینقدر زمین خوردم. آقاشون رای صادر نشد؟ میدونی فرق من با تو چیه؟ چیه؟ من وکیلم تو نیستی. ای برگردی بغل چه شغلی رو انتخاب می‌کنی؟ آفتاب دیوی خارای بیام. بفهم یاره داری با کی وجه صحبت می‌کنی؟ با وکیل پایه کن. پایه که چی؟ کامیون البته بعضی وقتا اتوبوس هم میشینم. پرونده که با دعوا میشه بهش وکیل میگیری. از آخرین پرونده کلکلی چقدر گذشته؟ 30 سال. الان چند سالته؟ 28 سال. تو که وکیلی عامل اصلی دعوا چیه؟ مادر شوهر. آقا من خیلی استرسم بر پرونده طلاقم. استرس نداشته باش. تا خودم یک تیبا واسط بخرم. تو که خودت وکیلی چی شد ازش شکایت کردن؟ من فقط رد شده یک لحظه نگاهش کرده. طرف اومده میگه من خودم پسر خالم وکیل ولی اومدم جای شما. خب چیکار کنم؟ ماساژ کنم. بسیار خوب. همین نبود مشکلاتون؟ بله اگه یک وکیل خوب سراغ داری معرفی کنین. جناب قاضی اگه وکیل من گناهکار بود جون مادرش قسم می‌خورد و والله که نمی‌خورد. اول پروندهش میگه خداش ما رو سر ما قرار داده. آخر پروندهش میگه الهی پولی که دادم خوردن نشه. 5 تومن هزینه وکالت میشد که دادی، 3 تومن میشه پول تمبر، 4 تومن میشه هزینه کارشناسی. مگه اینا همش با شما نیست؟ چرا یک تو اروپا هم برام. ببخشید رای صادر نشد؟ خب خدا رو شکر بعد 5 سال پرونده حل شد همون 20 تومن به حق وکالت ما میشه بده بیزار. چه خبره بابا بیا 10 تومن بگیش من خودم میتونستم میره حل کنم فقط می‌خواستم این نونی به تو برسونم. لایه براش نوشتم به چه تمیزی رفته عوضش کردم میگم چرا عوضش کردی میگه پسر همسایه‌مون عذرا خانم گفته که ایروینسی بهتره. این ترازو مال چیه؟ مربوط به شغل قدیمه. ببخشید رای صادر نشد؟ بفرمایید که در نقل ذمه به ذمه و ضم ذمه به ذمه آیا مشخص شده است که ضم ذمه به ذمه است یا نقل ذمه به ذمه؟ حقیقت ما درس ندادن.